یک شهاب سنگ خیلی زیبا داریم که این شهاب سنگ که دارید میبینید از کره ای اومده که توش انگار آب بوده، چون سبزه. این برای اون دانشمندای عزیز اگه دوست دارن تحقیقات کنن راجع به این شهاب سنگ موجوده. این شهاب سنگ نشون دهنده این است که یک کره دیگه در این سرزمین زندگی توش هست. مثل اینکه یک شهاب سنگ زیبا